بیا کاری دارم. یکی از موفق‌ترین ژانرهای ساخت بازی‌های ترسناکه که فکر کنم دیده باشید که یهو یوتیوبر میاد بازی تا بازی میکنه و توش یه شبه تبدیل میشه به بهترین بازیساز دنیا. چقدر میتونه سخت باشه که یه بازی بسازی که تو جنگل گم شدی باید کاغذ جمع کنی و یه یاروی سفید دراز دنبالت که حتی انیمیشن هم نداره، حداقل انیمیتش می‌کردیم بگه که هدف ما هم همینه، اینکه داخل 7 روز یه بازی ترسناک درست کنیم که یوتیوبرها دوست داشته باشن بازی کنن، ولی همراه با یه چالش، این که از هیچ جامپسکری استفاده نکنی. ولی خب سوالی که برای من وجود داره اینه که آیا جامپسکر واقعا ترسناکه؟ چون به نظر میاد استفاده از جامپسکر تبدیل شده به تنها روشی که میشه یه بازی رو ترسناک کرد. ولی از نظر من صدای بلند و اتفاق یهویی ترسناک نیست، بلکه ریاکشن بدن شما نسبت به صدای بلند یا اتفاق ناگهانیه. چون ما همیشه اینطوری بودیم. حتی یکی از روش‌های خیلی مهم برای چک کردن سلامت بچه‌ها چک کردن واکنششون به اتفاقای یهوییه. پس میشه فهمید که خیلی سریع جامپسکر خسته کننده و تکراری میشه. فیلم‌های هالووینی هالیوود بهترین مثال برای این. حالا که بحث هالووین شد، من این کادو رو هم خریدم که کلا با هم دیگه هالووینیش کنیم. اما خب شاید براتون سوال بشه که خب اگه قرار نیست از جامپسکر استفاده کنی، پس چجوری قراره که بازی رو ترسناک کنی؟ هر کسی یه چیزی میترسه، ولی خب خیلی از ترسامون هم مشترکه، مثل آنکنی ولی یا ترس از محیط‌های شلوغی که الان خلوتن. در مورد ایده کلی بازی هم راستش بخوای نمیدونم، چون هنوز ایده‌مون کامل نیست. ولی ایده به این شکله که دیر وقت توی اتاقت با کنسولی که به شکل عجیبی پیدا کردی بازی میکنی که اتفاقای عجیبی میفته که روی بازیت هم تاثیر میذاره. با اینکه ایده‌مون هنوز کامل نیست، ولی چون فقط 7 روز وقت داریم بهتره هرچه سریعتر شروع کنیم. روز اول و اولین کاری که کردم این بود که توی پینترست گشتم دنبال اینکه یه دونه اتاق پیدا کنم که به محیط کارمون بخوره و بعد با اتاق کلوی توی لایف از استرنج روبرو شدم. من این اتاق خیلی دوست دارم، برای همین کلا بیس چیدمان اتاق رو از روی این برداشتم. اولین چیزی که وارد کردم به اتاق یه دونه فرش ایرانی بود و خب هممون تو خونه‌مون همین چیزی داریم، ولی یه مسئله دیگه‌ای که هست اینه که همه فرش‌های ایرانی توی خونه با یه جای اتو سوخته. من نمیدونم چه جوری شده این اتفاق، ولی همه دارن اینو. برای همین فرشمونم من یه نقطه‌اش رو با اتو سوزوندم. بعدا دادم به چیدمان اتاقش، از تلویزیونش گرفته، پلی استیشن 2 گرفته، این گیتارش گرفته، بعد تا این بینی بگی که داره اینجا. البته اینو هم بگم من تایم خیلی زیادی رو گذاشتم روی دیزاین محیط اینها که روز 6م 7م واقعا با آتش پشیمون بودم. منظور چیه که من 4 ساعت وقت می‌ذاشتم روی رفلکشن گلوب که از تو پنجره و شیشه بشه در و دید. وقتی که محیط تموم شد تو ذهنم طوری بود که خب یه دونه فرست پرسن کنترلر درست کنم که بتونه توی محیط حرکت کنه و محیط رو خوب ببینه. الان قرار روی مهمترین بخش بازی یعنی کنسول کار کنیم. من رو کنسول حتی این برچسبا و چاپ‌های اینجوری هم زدم چون می‌خواستم یه حسی که انگار مال همین کاراکتر رو بده. و خب جوری که این کنسول کار میکنه به این شکلی که توی خود این کنسول یه دونه را ایمیج وجود داره که توی یه نقطه دیگه از این مپ یک محیط رو من چیدمان کردم که یک دوربین دیگه ای داره و هر چیزی که اون دوربین ببینه روی این را ایمیج پروجکت میشه، یعنی نشون داده میشه. من روز 3 و 4 بیشتر گذاشتم روی پروگرامینگ و روی صداگذاری محیط. کاری کردم که بتونی وارد تخت بشی، کنسول رو باز کنی، ازش بیای پایین و حتی صداهای مورد نیازش هم براش خودم ضبط کردم که حس واقعی بودن رو بده. پلنی که داشتم این بود که کلا از بیشتر ترسایی که مردم دارن استفاده کنم، مثل تروپوفوبیا، ترس از عنکبوت و همینطور ترس از آب. برای همین توی پروسه بازی هر وقت شما از تختتون میای پایین احتمال داره که مثلا یهو ببینی که وسط اقیانوسی و هیچ راه فراری نداری. چون داخل بازیمون جامپسکر نداریم، فکر می‌کنم این ایده جالبی باشه که بتونین پلیر رو یه جورایی بترسونیم. من خودم به شخصه از چیزی نمیترسم، ولی خب بچه‌ها الان وقتشه که این آقای کدو رو بریم با هم دیگه هالووینیش کنیم. بلش کن بابا، اصلا چرا باید این کارو انجام بدیم؟ آخه چه کاریه یه آدم میزنه خرابش میکنه، وقتی میشه ازش عکس گرفت، مدل سه‌بعدی درست کرد، بعد بردش تو بلندر، این آیتم‌های اضافه رو پاک کرد. شما حالا یه دونه کدوی خوشگل داری که میتونی روش طراحی کنی، هر چقدر اشتباه کنی میتونی کنترل زد بزنی برگرد. بابا چی آدم میترسه یه کاری انجام میده خراب میشه، همه کارو باید از اول انجام بدی. روز 4م و من هنوز هیچ گیم پلی برای بازی درست نکردم. برای همین گفتم که بهتره یه تایمر درست کنم که پشت سر پلیر به صورت ساعت نشون داده میشه. کلا پلیر باید
باید بشینه و با کنسولش بازی کنه که اتفاقای عجیب غریب مثل اینکه دریو وا میشه، تلویزیونش روشن میشه یا یه پنجره باز میشه که بعد بره اینا رو ببنده و بهشون رسیدگی بکنه و در این حال باید بازی هم بکنه. برای بازی که روی کنسولش داره من تو ذهنم 3 تا بازی مختلف، یه بازی بیت ام اپ، یه بازی از اینا که باید با مشت انمی‌ها رو بکشی، بازی دوم بازی اندلس رانر، از این بازیایی که باید بدوی و بعد از روی آبجکت‌ها بپری، و بازی سوم یه بازی زلدا لایک، بازی تاپ داون قدیمی که زلدا داره. من تقریبا روز 6 نشستم کار کردن روی بازی که روی کنسولش داره و فهمیدم که مثل اینکه وقت ندارم این بازی رو کامل تموم کنم، که بابتش خیلی ناراحت و استرس داشتم اصلا، چون به نظرم بازیم خیلی پتانسیل داشت که بازی خوبی بشه و میترسیدم که بعد از این همه تلاش کردن روش آخر سرم خراب بشه و یه چیز خوبی در نیاد بازی. خب باید تصمیم گرفتم که فوکسم رو بذارم روی یه دونه بازی به جای 3 تا بتونم اصلا پروژه رو تموم کنم. اما خب اسطایی که برای بازی اندلس رانر داشتم رو استفاده کردم برای داخل منیو، ولی خب توی خود بازی نیستن. و بعد از این من هم بازیم آماده است، هم منیو آماده است، فقط مونده هیولای بازی. من دیزاین خاصی رو برای هیولای مد نظر نداشتم، اما از دیزاین چشم تام توی تاماجری زمانی که میترسه خیلی خوشم میومد و برای همین دوست داشتم که توی این پروژه ازش استفاده کنم. برای همین چشمای هیولایی که درست کردم یه حالت بلوم مانندی داره که از توی تاریکی میشه ببینیش، و برای بدنش هم من فقط یه بدن عادی استفاده کردم، چون مد نظرم بیشتر چشمای کاراکتر بود که می‌خواستم چشماش ترسناک باشه. چون بازیمون کلا جامپسکر هم نداره، من بیشتر این حس ترسانو خواستم بدم و خب این چشما، این که فقط داره نگات میکنه، میتونه اون حس رو خوب برسونه به پلیر بدون اینکه نیاز باشه بپره یا صدای عجیب غریبی بده یا چیزای این شکلی. روز هفتم بود که فهمیدم زیادی از خودم انتظار داشتم و فقط از خودم میپرسیدم خب چرا همچین ددلاینی برای خودم گذاشتم؟ آخه معلومه دقیقاً اون چیزی که تو ذهنم نمیشه بازی. اما ته دلم میدونستم انگار چرا. چون که من همیشه از این میترسیدم. 4 ساله هر هالووین به خودم میگم امسال من یه بازی ترسناک میسازم، اما هیچ وقت نساختم. نه چون نمیتونستم بسازم، بلکه چون اصلا شروع نمیکردم که نکنه با دست خودم چیزی که براش تلاش کردم و دوستش دارم و خراب کنم و دیگه نتونم درستش کنم. شاید وقتشه که با ترسم روبرو بشم. شاید فقط باید یک بار بدون فکر زیاد فقط برم تو دلش، حتی اگه خرابش کنم یا بترسم. اینم از نتیجه آخرش. خیلی بانمک شد، فقط من چون ابزار درستوری نداشتم نتونستم اینجاشو خوب گیر در بیارم. ولی خب اینو باید بگم بچه‌ها، فکر کنم هنوز یه ترس دیگه مونده که باید به بازیمون اضافه کنیم. خب یا اول نمیدونم چرا من این همه یوتیوبرم، چرا من Thank you very much. سلام چیز کمی برای من بازی فرستاده تست کنم آجی. استارت. یه چی آها تلویزیون روشنه با اوه هپی هالووین در باز شد، پنجره باز شد. پنجره هم میتونم ببندم. اوکی یه نیم ساعتی طول کشید ولی خب اوکی. من داخل یه هفته نمیتونم یه ویدیو بدم چطوری یه بازی درست کردی. در باز شد خیلی هم عادیه واسه پسره اینجوریه که آره این آقای این پشت زیاد ما درو میبندیم. شیز کمینگ لوگوش اومد. تاران کبود. تارا همیشه اونجا بودن. من نوشابه میخوام. کوک دوستت. آخه من خودم یه عنکبوت دارم. اگه نمیدونستی. خب من چجوری اینو بکشم؟ تلویزیون روشن شد. بابا ما مسخره شما مگه؟ من دیگه نیاز به باشگاه ندارم اگه بخوام اینجوری کار کنم. اوه پس 3 ساعت مونده. ساعت نگاه. 3 دقیقه. نگاه 3:05 ولی خب 2 دقیقه نگذشت. من نمیتونم ثابتش کنم. وای اوکی. یه چه انیه.
چی شد؟ تموم شد؟ سویم؟ اوکی واه به سمت نور میریم غالبا. پسرم اصلا ناراحت نمیشه، اینجا فقط نفسم نگیره. نه قفل میکنم، در رو قفل میکنم ولی باز صدای نیومده. بچه‌ها دقت کنید، هیچ صدای الان نیومده. در ممنون از همه بچه‌ها که داخل این ویدیو بودن. بچه‌ها اگه بازی رو دوست داشتید لینکش داخل دیسکریپشن هست، میتونید بازی رو تست کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما از این ویدیو من خوشتون میاد. و در آخر thanks for playing my game.